که سفارتی این عملیات اینطوری انجام دادن. گشت گفتن این کار لشکر طیبه است، اما لشکر طیبه و طالبان پاکستان و افغانستانی، مدارس دیوبند و حتی مجلس متحده عمل پاکستان از دیدگاه فکری و اندیشه‌ای با همدیگر کدام تفاوتی ندارند. کاغذ می‌آورم من درست است. تشکر. هر با مسئله آشتی با طالبان مطرح باشد، پرسش در اینجاست که با کدام طالبان؟ با کدام طالبان؟ همون طالبانی که تا آخر از تهدید دهی بن لادن سر بازه، همون طالبانی که مدتی پس از سقوطشان در سال 2001 بار دیگر مناطق زیاد را در تصرف خود درآورد و هزاران غیر نظامی را سفر جنگی خود ساخت، همون طالبانی که به طور مداوم شبیخونها و جنگ و گریزها به طور متداوم با شبیخونها و جنگ و گریزها تا سرباز نیروی ائتلاف را به خاک و خون کشیدند، همان طالبانی که همه روزه دولت آقای کرزی را دولت دست نشانده و حضور جامعه بین‌المللی را اشغالگران کافر خطاب میکنند. همون طالبانی که ژورنالیستان و مخالفان خود را به جرم جاسوسی دولت در روز روشن سر میبرند، همان طالبانی که به غیر سقوط و اعدام سران و اراکین دولت افغانستان به چیز کمتر قانونی نیستند، همان طالبانی که برای سقوطشان جامعه جهانی میلیون‌ها دلار هزینه کرد و حالا دوباره اگر با اونها طرح آشتی می‌ریزد، پس این همه قربانی، مصارف هنگفت نظامی و سرانجام حضورشان در افغانستان را چگونه توجیه خواهند کرد؟ حتی یک مورد هم وجود ندارد که به اصطلاح طالبان میانه رو از جمله ملا متوکل و ملا ضعیف یک حرفی بر ضد ملا عمر و شورای رهبری کویته گفته باشد و یا برای یک بار هم واقع نشدند تا اونها عملیات انتحاری طالبان و قتل صدها انسان بیگناه و غیر نظامی را محکوم کرده باشند. طالبان هیچگاهی میانه رو و کندرو نداشته و در آینده هم نخواهند داشت. خواستگاه طالبان خواستگاه تندروی، ترور و بنیادگرایی است و طرح هر گونه مصالحه با اونها جفای بزرگ به حق قربانیان و شهدایان که در برابر انسیا اندیشان تاریخ جانهای عزیزشان را از دست دادند. دوستان عزیز، از نکات دیگر میگذاریم برای اینکه حساب دوستان چه دارم که زیاد شناسید. هر حال چون در این پاراگراف قبلی در رابطه با اتحاد همبستگی صحبت کردیم، با اتحاد همبستگی درون جامعه صحبت کردیم و با او اساس این پاراگراف آخرم خدمت شما میخوام دیگه رک زحمت میکنم اساسی شما. بدون اتحاد همبستگی و رهایی از هر گونه نفاق و پراگندگی مطمئن باشد که ما به جایی نخواهیم رسید. زیرا به قول مشهور حق داده می شود حق داده نمی شود بلکه گرفته می شود. اما دستیابی به حق بدون وحدت همگانی، همگرایی و همدلی و کنار زدن تفاوت‌های سلیقه‌ای و اندیشه‌ای میسر نمی باشد. تنها از این مسیر است که میتوانیم نقش بسیار مهم را در ساختار سیاسی و قدرت دولتی افغانستان بازی کنیم. مثال‌های زیاد وجود دارد، از جمله رای آوردن وزرای جامعه هزاره در پارلمان، فراموشی وعده‌های ولایت شدن ولسواری‌های جاغوری و بیسود و همچنان فراموش شدن سرک کابل هزاره را و ده مورد دیگر را باید ما را به تأمل برداریم. چون همین اتحاد همگرایی جامعه میراث عظیم رهبر شهید است. اگر ما به طور واقعی و ننمایشی از مقام شامخ پیشوای عدالت‌خواهی استاد عبدالعلی مزاری تجلیل می‌نماییم، باید این میراث عظیم را پاس بداریم و اون را به فرهنگ و کردار روزمره خود تبدیل نماییم، چون آفتاب آزادی و رستگاری این جاده را برای ما روشن و هموار نموده است. درود بر روان پاک رهبر شهید و یاران با وفایش. زنده باد میهن عزیز ما افغانستان. زنده باد اتحاد، همدلی و همگرایی جوامع محروم افغانستان و کل جامعه افغانستان. تشکر.